برای ساخت همچین نمایشگری که بتونیم با کابل بهش متصل بشیم و هر متن روش اجرا کنیم به وسایلی مثل آردینیو، LCD کاراکتری 16x2، بردبورد، پتانسیومتر 10 کیلو اوم، مقاومت 220 اوم و مقداری سیم بردبورد نیاز داریم. بعد از سوار کردن LCD کاراکتری روی بردبورد میریم که اتصالات رو شروع کنیم. It's all about humanity. بعد از انجام دادن اتصالات آردینیو رو به لپتاپ متصل میکنم و میرم برای آپلود کردن کدی که از قبل براش نوشته شده. این کد رو میتونید داخل چنل تلگراممون داشته باشید. اپلیکیشن سریال USB ترمینال رو دانلود میکنم و از منوی همبرگری بالا وارد بخش ستینگ، باد ریت و اون رو روی 9600 تنظیم میکنم. از این بخش بالا میتونید تنظیم کنید که به آردینیو کانکت بشه و یا از اون دیسکانکت بشه. در ترمینال پایین هر متنی رو که بنویسید و ارسال کنید روی نمایشگر شما به نمایش در از طریق پتانسیومتر بالا میتونید روشنایی متن رو تنظیم کنید.